در انتخابات پرزیدنتی رئیس جمهور ایران که 28 ایون سال 2024 دایر شد، هیچ کدام از 4 نامزد نتوانستند بیش از 50% آوازها را به دست بیارند و در نتیجه کار به دور دوم کشید. به این ترتیب یک هفته بعد 2 نامزدی که در دوره اول آواز از همه بیشتر گرفتند بین خود برای کسب مقام رئیس جمهور ایران وارد رقابت نیایی خواهند شد. در ایران مسئولیت برگزاری انتخابات ها و شمردن آوازها را وزارت کشور یا وزارت کارهای داخلی در دست دارد. بنا به آمار نهایی که این وزارت روز شنبه 29 ایون اعلام کرد، در دور اول آوازدهی پزشکیان برنده شده است. مسعودی پزشکیان 10,415,191 آواز یا از 42% بیشتر، سعیدی جلیلی 9,473,298 آواز یا 38.6%، محمد باقر قالیباف 3,383,340 آواز یا 13.8% و مصطفی پیر محمدی همگی 206,390 رای یا 0.82% آواز گرفتند. در آوازدهی روز 28 ایون همگی کمی بیشتر از 24 میلیون شهروندان صاحب حق آواز اشتراک کردند. این کمی بیشتر از 40% یا زیاده از 60 میلیون شهروندان صاحب حق آواز تشکیل می‌دهد. اشتراک همگی 40% انتخاب کنندگان در آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی ایران بسیاری از ناظران امور خیلی پایان و بیانگر دلسردی اکثر جامعه از معرکه‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی می‌شمارند. در دور یکم آوازدهی طوری که انتظار می‌رفت، مسعودی پزشکیان نامزد یگانه اصلاح طلبان آواز همه بیشتر به دست آورد، ولی فراموش نکنیم که در دور اول پزشکیان یگانه نامزد از جنایی‌های اصلاح طلبان بود، اما آرای طرفداران جنایی اصولگرا یا محافظه‌کار بین چند نامزد تقسیم شده بود. مسعودی پزشکیان که 3 ماه بعد به سن 70 میرسد، 29 سپتامبر سال 1954 در تبریز از پدر آذری و مادر کرد به دنیا آمده، جراح قلب و وکیل پارلمان ایران از حوزه تبریز و اسکو و آذرشهر است. پزشکیان بنا به ترجمه اولش در ویکی‌پدیا قاری قرآن بوده. نجع البلاغه یک کتاب عمده مذهب شیعه را نیز فرا گرفته است. او در دوران ریاست رئیس جمهور اصلاح طلب محمد حاتمی به میدان سیاست آمد. از سال 1997 تا 2021 در مقام معاون وزیر حفظ صحت یا تندرستی و سال 2001 تا 2025 همچون وزیر تندرستی ایران ایفای وظیفه کرد. بعد از قدرت رفتن اصلاح طلبان، پزشکیان فعالیت سیاسیش را به حیث وکیل پارلمان ادامه داد. سعیدی جلیلی 6 سپتامبر سال 1965 در شهر مشهد در شمال شرق ایران به دنیا آمده است. جلیلی دکتر علوم سیاسی بوده. رساله دکتریش را در دانشگاه امام صادق در موضوع اساسهای افکار سیاسی اسلامی در قرآن دفاع کرده است. او در سالهای 80 در جنگ ایران و عراق اشتراک کرده چندین بار زخمی شده است و تو یک پاره پایش را از دست داده است. سعید جلیلی چند سال اخیر رهبر هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای با غرب بود و سالهای اخیر شورای استراتژی روابط خارجی ایران را رهبری میکرد. ایران با حدود 90 میلیون اهالیش یکی از کشورهای بزرگ مسلمانی و بزرگترین کشور فارسی زبان به شمار می رود.